ما یه روشی رو در نظر گرفتیم که با اون روش میشه قدرت اسلحه رو خیلی بیشترش کرد. حالا اون روش سازوکار موتورهای دیزلی هم همینه. ما میخوایم با استفاده از گازوئیل، روغن، حالا ما اینجا از وازلین استفاده میکنیم. برای ترکیه شرکت کرال 26 شول 27 شول قدرت داره. قدرت بدی نیست، دقتش هم قابل قبوله. تا گلوله حدود حالا تیر حدود نیم سانت اینا بره پایین. سلام دوستان، خوش اومدین به کانال من صدرا هستم. من اینجا کانال قناص هست. امروز قصد دارم تو این ویدیو بهتون آموزش بدیم که چجوری میتونین قدرت اسلحه‌تون رو افزایش بدین بدون اینکه اسلحه رو دستکاری بکنید، بخواید اسلحه رو باز بکنید، قطعاتش رو عوض بکنید. چرا که اگه شما بخواید اسلحه‌تون رو وا بکنید، قطعه‌هاش رو عوض بکنید، یک سری مشکلاتی ممکنه براتون پیش بیاد. که اینکه اسلحه وا میشه و از اون حالتی که در واقع از همون حالت فابریکش خارج میشه و ممکنه بعدها خرابی ها به بار بیاد، اسلحه استهلاکش بره بالاتر، قطعات قوی تر وقتی میندازیم ممکنه حالا قطعات دیگه رو تخریب بکنه. بنابراین ما میتونیم یه کاری بکنیم که بدون اینکه اسلحه رو دستکاری بخوایم بازش بکنیم، حالا اسلحه‌ای که گارانتی دارن از گارانتی احتمالاً خارج میشن اگه بخواید قطعاتش رو تغییر بدید یا دستکاری بکنید. برای همین ما یه روشی رو در نظر گرفتیم که با اون روش میشه قدرت اسلحه رو خیلی بیشترش کرد. حالا اون روش چیه؟ اون روش یک پایه‌ای داره و پایه این روش بر اساس یک واکنش فیزیکیه. این واکنش فیزیکی رو شاید خیلیاتون شنیده باشید، بهش میگن واکنش فیزیکی بی‌درو. همینطور که حالا ویدیوشو در ادامه براتون قرار میدم، میبینید که توی واکنش بی‌درو وقتی که سیلندر یا پیستون با سرعت و قدرت و نیروی زیاد بهش ضربه وارد میشه، بهش در واقع به حرکت در میاد، موادی که داخل پیستون یا سیلندر هستن میسوزن و منفجر میشن. تقریبا میشه گفت سازوکار موتورهای دیزلی هم همینه. So, yes. Who do you think would be Jamie Oliver in this situation? Would it be you or me? I'm more manly. So. 2, 1. ما میخوایم با استفاده از گازوئیل، روغن، حالا ما اینجا از وازلین استفاده میکنیم و وازلین قدرت گلوله رو افزایش بدیم. اول میخوایم اسلحه‌مون رو بهتون معرفی بکنیم. این تفنگ بادی کرال نیتروبیستون 02 هست. تفنگ حالا ساخت کشور ترکیه، شرکت کرال 26 شول 27 شول قدرت داره. قدرت بدی نیست، دقتش هم قابل قبوله، دقت قابل قبولی داره. حالا نمیخوام بگم خیلی اسلحه دقیقیه، به خاطر اینکه شرکت کرال تفنگ‌های فنر پیستونش خیلی تعریفی نیستن، مخصوصا این مدل که خیلی مدل بالایی هم نیست. الان فکر می‌کنم تو بازار حدود 10 تومن قیمتش باشه و از فناوری نیتروپیستون داخلش استفاده شده. یه فناوریه که تقریبا تازه وارد بازار شده و تفنگ‌های قدیمی این رو ندارن. باعث میشه که قدرت تفنگ افزایش پیدا کنه، صدا و لگدش کم بشه و خیلی مسائل دیگه. خب ما توی این آزمایش از تیر ایرانی استفاده کردیم، شرکت نخجیر فکر میکنم، حالا اسم تیر هست جت. حدوداً 80 تومن من اینو خریدم. حالا زیاده، تقریبا 80 تومن نسبت به بقیه‌شون. این ایرانیه و برای اینجور تفنگ‌ها این یکی از بهترین گزینه هاست و خیلی خوش فرم و خوش ساخته، گلوله خیلی خوبیه. خب اول از همه ما میخوایم بدون استفاده از وازلین یک تیر رو شلیک بکنیم و قدرتش رو بهتون نشون بدیم که بدون وازلین و این تیریک چجوری تخریب میکنه. خب برای این کار ما از یه فلش کارت استفاده میکنیم که توش حدود چند تا فلش کارت داره. من نمیدونم چند تا توش فلش کارت داره ولی زیاده، توش فلش کارتش زیاده. 2 تا تیر میخوایم بهش بزنیم، یکی بدون استفاده از وازلین، یکی با وازلین. میخوایم ببینیم که چه تفاوتی توش ایجاد میکنه.
برای اینکه احتمال میدم هر دوتاشون از این رد بشن، چون فاصلمون فاصله زیادی نیست، فاصله کمیه، شاید 7-8 متر اگه من اون ور وایسم، البته شاید 7-8 متر بشه. زیاد فاصلش بالا نیست، کمه. پشتش رو من یک شیشه لیموناد میذارم که ببینم بعد از اینکه از این رد شد آیا قدرت این رو داره که بتونه اون شیشه رو بشکنه یا نه. خب تیر به این قسمت برخورد کرد و حتی نتونست فلش کارت رو رد بکنه تا جایی که من میدم هر دوتاشون از این رد بشن، چون فاصله همینطور که دیدین ما بدون استفاده از وازلین و این روش شلیک کردیم، حتی نتونست از فلش کارت رد بشه. خب فلش کارت به خاطر اینکه کاغذهاش جنس خوب و روغنیه و به همدیگه خیلی نزدیکن، سفت و محکمن، خیلی استحکامش بالاست. یعنی با شمشیر اگه بزنی شاید نتونی به یک ضرب نصفش کنی از وسط، استحکام بالایی داره. حالا ما می‌خوایم از این روش استفاده بکنیم و بعد حالا اگه اینم نتونست رد بکنه با این روش، فلش کارت ها رو میشمریم و نتیجه میگیریم که کدوم بیشتر تونسته فلش کارت ها رو رد بکنه. خب تو این روش فکر میکنم بیشتر برای تفنگ‌هایی قابل استفاده است که کمر شکنن، تفنگ‌های زیر شکن، مثل تفنگ‌های چینی که از زیر یک اهرام جدا دارن یا از بغل یک اهرام دارن. اینها خزانه‌شون یک قسمتی از این اسلحه هست و اینکه بخواید این روش رو توش اجرا کنید شاید سخت باشه. یکی از روش‌ها اینه که شما تیر رو وقتی میخواین بذارید داخل خزانه، پشتش رو با وازلین چرب بکنید، یعنی این حفره رو تقریبا با وازلین پر بکنید. اما روشی که خیلی بهتر هست و قدرت رو افزایش میده این هستش که شما وقتی تیر رو میذارید یه گوش پاک‌کن برمی‌دارین و حالا با وازلین آغشته است، این رو فشار میدید تا گلوله تیر حدود نیم سانت اینا بره پایین. بعد از اینکه حدود نیم سانت اینا رفت پایین، دوباره حالا این گوش پاک‌کنتون وازلینی هست، یک بار داخلش رو چرب میکنید، پر وازلین نکنید، فقط چرب کنید، به هیچ وجه داخلش رو پر وازلین نکنید چون اسلحه خفه میکنه، نمیتونه، زورش نمیرسه اون همه وازلین رو بزنه کنار و اگر هم زورش برسه و این منفجر بشه خیلی زیادی این انفجار قوی میشه و ممکنه به تفنگتون آسیب بزنه. ما 2 تا تیر شلیک کردیم، 2 تاش هم تقریبا رو هم خوردن و بازم نتونستن رد کنن فلش کارت ها رو که بخوان حتی این رو بشکنن. پس کار میکشه به جایی که ما بخوایم فلش کارت ها رو بررسی کنیم ببینیم کدوم بیشتر رفته داخل. ما فلش کارت ها رو برداشتیم تا بررسی بکنیم ببینیم چی به چیه. خب تیرهایی هستش که ما قدرتش رو افزایش دادیم و اینجا تیری که قدرتش رو تغییر ندادیم. تیری که قدرتش رو تغییر ندادیم اگه ملاحظه کنید تو همین لایه‌های اولیه باقی موند، افتاد تقریبا اینقدر فقط پیشروی کرد. اما تیرهایی که قدرتش رو ما افزایش دادیم تو لایه‌های اول که اصلا دیده نمیشه، تا اینجا حدودا تخریب کرده،
حدوداً اینقدر تخریب کرده و تیر از اینجا زده بیرون، حالا دوتاش هم همینجاست، اینقدر تخریب کرده. اما تیری که ما چرب نکردیم میبینید تقریبا نصفش رو فقط پیشروی کرده، یعنی قدرتش بر اساس این فلش کارت ها میشه گفت 2 برابر شده. حالا برای اینکه ما این بطریه رو ناکام نذاریمش یه تیرم به سمتش میزنیم و از بین میبریمش. خیلی چرب و چیل شد تفنگم. فقط یه چیزی رو بهتون بگم، این کار برای فواصلی که از 10 متر زیادتر میشه اصلا خوب نیست. دقت تیرتون رو به شدت میاره پایین، کلا لگدمشون میبره بالا، صدا هم زیاد میکنه. حالا من الان دارم تیر رو چرب میکنم. بعد زیاد بخواین انجام بدین ممکنه به قطعات تفنگتون آسیب بزنه، برای همین زیاد این کار انجام ندید. به صورت کلی سعی کنین این خزانتون چرب باشه، کلا تا نسبتا قدرتش بیشتر بشه، ولی اینجوری چرب و چیل بازی در نیارین، زیاد تفنگتون خراب میشه. دیده میشه اصلا. بازم به نسبت خیلی قدرتش زیاده و از سر لولتون حالا بخار خارج میشه، دود خارج میشه، و به خاطر این هستش که در خزانه این وازلین شما میسوزه، منفجر میشه، قدرتش رو خیلی افزایش میده. خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، ما رو سابسکرایب کنید. در ویدیوهای بعدی حالا چیزهای مختلفی رو میخوایم آموزش بدیم برای کسایی که تفنگ بادی دارن و تو این مسائل علاقه‌مندن. ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید. ویدیوی بعدی درباره این خواهد بود که چجوری ما بخوایم سیستم اپتیکی و نشانه روی تفنگ‌های بادیمون رو تنظیم بکنیم. آموزش رو براتون میذاریم تو ویدیوی بعدی. ممنون میشم که همراه ما باشید.